نه خداحافظی میکنیم. بفرما. در همین کانال یک سیونیم آدم داری تو حقیقت جوری که نمیتون دموکراسی نداری. تو که جای یک مملکت کلان گپ میزنی. تو من دستاوردهای رحمانوف بگو که رحمانوف در طول 32 سال سویت داده به مردم. چند تا زواد ساخته که در اونجا 10,000 آدم لااقل کار بکنه. بیا نمبر کرد. او برادر از عقل آدم توری نمیگیره چند که رحمانوف ساخته. همه زواد دیگر در تاقگی خودش چند هزار آدم کار میکنه. هزارها زوادهای نومی زواد. او تو نباشی در تاجیکستان اگه زوادو رو میدونی. من در همه منطقه های تاجیکستان رفتگی میدونم که در گیجا چیه. بیا تو من بگو من که با اکد گوگل تا اگر میدونستی این سوال نمیدادی. گوش که ای برادر اکرنگ جوابا گپ نزمون مو گپ زنیم بو تو گپ زن آخی آخه هاست من در همین گپ یکم بقپم تو من در کندت بکن که گیجا آخی شما عجایب رنگ همه آدمایی که یک آدم در گپش بقپم تو گپی هیچ کرده در گپش نقب قچه آدمو نرمال نه گپ زن. من گفته است آدم که یکم تو من همون زواده که در رگر گفتی هوشیده نامش چیه بگو. همون آرمین زواده دیگر زوادهای سیمنت های هزارها زواده یا ریگر تاقگی نیست. زواد سیمنت نیست دروغ میگو یا آلومینیوم زواده که کار نمیکنه. دروغ نگو یک زوادی هست که 4 زوادی سیمنت زوادی دوره سبزی و خانه میره در روز برآوردگی ویا. در ریگر زوادی سیمنت زواد نیست. خیلی گوش که همه جهان میدونه که تاجیکستان میگو که در ریگر زوادی سیمنت زواد جهان حساب در ریگر در فرقش چیه؟ من دروغ گفتم که در ریگر زوادی سیمنت ای بخی تو شما به همین عقلتون چه شما برنده میکنی؟ تو به همین عقل چه خیلی برنده میشوی منم میفهمم ترا. چه دروغ گفته استی آخی؟ تو قطعی مردم شاورز دروغ گفته استی که رحمانوف زمین نورا فروخته. دروغی من بگو بیا. این قصه تو رحمانوف زمین نورا فروخته میگوی؟ بله. این دروغه؟ زمین نفروخته. نه. اگه نه گیجوشی در خریطه تاجیکستان رحمانوف تو گفتی فروخته. دلیل تبیار؟ تو گفتی فروخته دلیل تبیار؟ های مسئله تاجیکستان شیرست در روز بروز کو سالی 90 رحمانوف اومد. دلیل تبیار که دلیل تبیار برای من ترا چی بیارم؟ سال 2013 چند بود مسئله تاجیکستان؟ برادر یه دقیقه پایش منم یه دقیقه. سال 90 مسئله تاجیکستان چند قبوده؟ حاضی مسئله تاجیکستان چند خواهد؟ حاضی بسو کجا رو فروخته نامشه بگی؟ خاروغه. خاروغ در جا شاید دیونه کجا رو زمین است؟ بدخشانه یک قسمشه فروخت. زمینی بدخشانه. ولایت مختلف کردستانی بدخشانه. او برادر گفته که مسافه تاجیکستان حاضی چند قدره کو گپ زنی؟ من ترا گفته هستم که یکم چند قبوده حاضی چند قد؟ مسافه تاجیکستان حاضی چند کیلومتر کوادراتی؟ حاضی اینجا که گوگل دا میزنه میبرورش اگه بذار برور گوگل دا بذار برور گوگلش نمیدونم خیلی باشه بذار برور کو. خب مساحت تاجیکستان خب این مساحت تاجیکستان جوره من که باشه وقتی صاحب استقلالی مونده حاضی چند قای مرا بگو حاضی حاضی خودش یکم بدای حاضی یکم چند کیلومتر کوادراتی ای او سایت خطونه ای سایت جهانی بزن گوگل دا بزن میرویا برمد اخوین امجا نوستگی های که مساحت تاجیکستان چند کیلومتر کوادراتی حاضی نمی حاضی خودش 141,400 انا سال 1929 بزن چند قای بزنم جا بزن فرموی بزن استقلالیت که اومد حاضر بزن سال 1000 اگر تو خلش بگیری نه گوش کرده اگر تو خلش بگیری سمرقند بخورا ایما بود تا هندوستان تا نمیدونم دوره تاجیکا بود ما او چنا نگفته است ما امی بعد استقلالیت گفته استیم که
رحمانوف بعد یعنی بگم که استقلالت سیم پرزیدنت رحمانوف اومد بعد یعنی رحمانوف تا حاضر مساحت تاجیکستان کم شده شده روز به روز این قشه در قرقیزا فروخ این قشه در خیتویو مساحت کم شده شده و یک 43 بود یکم حاضر 41 با اون با این قنگشه در اول فروختگی در که قرقیزا فهمیدی؟ خب دب بفیرم که خوش بود خب تاگا سلام علیکم سلام علیکم الو علیکم این همون سوادمندی کلام بود اون مردک بسیار خودش با این چیزا نمیفهمد میخواهد که همون تاجیکستان و ایران شاید قطعی همون من صحبت میکنم کنی من سوال تیم و جواب تیت همون یک دو سه زوادی که همون گفت است کی ساخته شد کی وای کرد کدام مردم جبر نکش ساده است من فهمونم کدام انسان ناکار کار ساده است برای چی این مردم برای چی مردم مهاجر جمع کرده نمیگیرد برای چی این همون 4 مهاجری دیگر محافظت میکنند دیگر کسی نه همین روز من برادر سلام علیکم شما چی گفتید به این گفتون من مساحت تاجیکستان به شما گویم برای مساحت تاجیکستان نگوید از کدام مساحت چه گویم تو ماورا هنر گویم شما کدام چه خوندگید گیولوژی خوندگید می گیوگرافی خوندگید می تاریخ خوندگید گوش کن رنگ آدم گفتم برادر من 70 سال مردکی پیرم فهمیدید من آروم گپ زدم شما برادر عالم باشید که من قطعی شما صحبت میکنم الله نگیر آخی ما عالم هم که نباشیم ما میدونیم که حاضر هم مسافه را همین مرد گفت یگان متر کم نشده است کجا را کم نشده است نه برادر یک دقیقه بیست دب 1971 زنت 3 طلاق که مساحت تاجیکستان از سال 92 تا امروز یک رنگ کم نشدگی نیست کو قسم بخور من قسم گوش کن اگر کسی من میشناسه تو خودت نمیدونی من قسم نمیخورم مساحت تاجیکستان از سال 92 تا امروز یک گرمش کم شدگی نیست قسم تو زنی به صاحب ندارم هر یک مینوت کراچی کو وقتی که در سوال جواب نمیدی کو بلاک میشه بلاک فهمیدی من در فلکی چاپلوسی وای در کار نیست چو دروغ میگه ای بچه شیر سفیده شما گفتید که شیر سیاه های ای بچه زمینتون فروختن سفید نداره جای کار نداره تو خود در روسیه عذاب کشیده شدی من میخوام که تو در تاجیکستان باشی من میخوام تو در تاجیکستان جای کار داشته باشی میخوای با طرفدار رحمانوف منی من حیرون میشم به خدا لااقل دستگیری نمینه خاموش باشه این پبه دایمنه خاموش ایستادن شما پبه دایمنه به خدا نکی میبروی پمیخ میتی من نمیفهمم چیزا از پیشوای میلاد کو بفرمو از پیشوای میلاد میکروفون تا بکشو بفرمو سلام علیکم و علیکم السلام اینجا چی گپ هست یگان گپ نیست برادر عزیز من وقت ندارم که با بگم که اینجا چی گپه جانبداری امام علی سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام اکی الماس خوب هست انشاءالله تشکر جانبداری رحمانوف نویستی تشویش مون کردی ها جانبداری رحمانوف نویستی بگم تشویش مون کردی نه شما که نوشتم اکی الماس من پیشنهاد دارم همیشه شما دادم مقصد بفرما این برنامه تونه مقصد یک موضوع مونید درباره پیشرفت درباره مقصد اقتصادیات یکم علم و فرهنگ و آدمای بسواد صحبت کنید ایدو جانب صاف همین انسانای دیوانه و دنگ میدرورین اخبارات جنگ جنجال صفت برنامه رو بزرگ میکنه که فکر یک شروان ما همین رو خواستم که برای شما پیشنهاد کنم برادر عزیز همین فکرای ترا من میام در تاجیکستان مینم
من حاضی هدفم این بزرگتره. من میخوام که مردم سرجم باشه. دعوت من همینه که مردم بیای ما را دستگیری بکنه، بیای بریم رحمانوف یک طرفه بکنیم، یک دولت بسازیم که مردمی باشه. تر هم میتونی که بیای نامزدی تا بمانی، اگر برنامه تا بیاری بفهمونی به مردم که چی میخوایی برای مردم کردن. مردم کسی انتخاب کنه. من حقیقتا دولت میخوام برادر عزیز. این چیزایی که شما میگه بعد وقتی من سری قدرت آمدم این کارا را میکنم. باز من داشتم بیام اگر مردم تعلیم بتیم او دور گذشته تعلیم در مکتب بودن در کار مردم برادر عبدالخلیق، برادر عبدالخلیق، من مسئله همین مخالفین بسیار پیگیری میکنم. کشور ایران و افغانستان و همینا را خیلی تحلیل خوب دارن، صحبت های خوب میکنن. وقتی ما از خمون داخل میشم یا آدم داره اقرار میکنه دشنو میتیا ای جانی میده فرهنگی سیاسی مردم تاجیک همینه. حکومت رحمانوف کرد مردم همین بی سواد. این همین لبای شبیار دشنو میتیا، لبای شبیار این همجا اگر ملا شبیاری اقرار مینه. من نمیدونم که امروز چی بالا زده که مردم تاجیک که بچه به دشنام به تحقیر نمیشه و صحبت کرده. بله ما زبان تاجیکی زبان شیرینه، بهترین زبانه. بله برادر عبدالخلیق، ما هم در این مسئله خیلی غمگین میشم وقتی میبینم مخالفین دیگه دولت ها را بسیار از صحبت های جدی میکنن. او برادر عزیز یکم وقتی که مخالف های دیگه دولت میبینی هوستان میکنه، برای که اون انسان ها ترقشون پیشه کمی آزادی دارن. ما فقط اروپا شدگیم 4 نفر دیگه از امریکا نمیدونم برنامه آنلاینی داریم. کو یک نفر از روسیه بدروی برنامه آنلاینی کنه با مثل برادر عزت امان یا که نمیدونم با مثل دیگر برادرها بروی دعوت بکنه، با آزادی دعوت بکنه. نیست یا که ای تاجیکستان چند حزب حرکت دیگه 5-6 حزب دیگه که در تاجیکستان فعالیت میکنن برای چی ندارن یگان برنامه بروین مردم بفهمونن بگن که ما برنامه‌مون همینه. تا وقتی که همون نامزدیشون نیاید دیگه نمیبینیم این نامزدها را. میگه نمیدونم 20 زنی اجازت میتیادش میگه من مترو میسازم. من 1000 بار میگم که در تاجیکستان مترو نسازه، شما تراموای بسازه بسه. که تراموای در برن راست خودش کمتره. زمین تاجیکستان در تاجیکستان هر روز زمین جنبی هست. اکه عبدالخلیق همون مسئله دیپوتاتور رو گفتی که صحبت کردن مترو گفتن دو زنگی رو گفتن اجازه دادن. همون ما تماشا کردم یا تحقیر ملت هست. والله قسم تحقیر ملت هست. یک ملتی که 1000 ساله فرهنگ دارد با سواد بود. گذشته همون ای گذشته های ما دیگه ملت های میخونن درس میگیرن تجربه میکنن دولت ساختن. امروز ما به نام همونا فخر میکنیم 4 انسان دیپوتات میبره ما رو به این پیشنهادشون. با گمان ما یک انسان عادی همین را تحقیر میدونم برای ملت، برای 10 میلیون تاجیک، نه که 10 میلیون تاجیک داخل کشور، با تمام تاجیکای روی دنیا این تحقیر بود. یا تجربه ما زندگی را اجازه میتونم مسئله هست که ملت خودش باره انتخاب کنه که 3 زن میگیره 2 زن میگیره 1 زن میگیره. این وظیفه دیپوتات نیست. بله این یک برادر عزیز تشکر زیاد. اینجا در استودیو آدم ها زیادن، میخوام فکر نظر دیگرها رو هم بگیرم. خب سلامت باشی. خب همین فکری ما رو به نظر بگیریم برادر. چند تا تغییر بسیار خوبه. انسان که تاخیر میکنن بلاکشون کنین را این برنامه جای نیست. قاعدش همه خیلی خدا نگهبان. خب طرفداری پیشوا میکروفون تا بکشو بفرمو. کشتیش بو. السلام علیکم. و علیکم السلام. اکه الماس سوزن خوبین. شکر. من اصلا نمیفهمم برادرای عزیز برای چی همی طرفداری پیشوای ملت بنویسه ناماتو نه نخوش ما هم خیلی بنویسه. نه گوش کنید سبب داره اوخی الماس. مقصد کنیم جای کسوزی طرفداری پیشوا کرد شما را قرات کرد که برامدک ناوشنیک در گوشش. ما را از اون جمله گفتنیم که زن تب خب اینه
خطان 1000-2000 نفر تماشا داره. برادرای عزیز، من همیجا یگان کس تحقیر کردم، یگان کس دشنام کردم؟ من یکسا نمیفهمم که اگر لبوی شما برای همین ایده من نه یا ایده خطا داشته باشی برای بگوی که من همین کارا را میکنم، اگر من نرفتم در برت راست نشیدم تا بگو که نمی آدم یک آدم روسیای پهتی نمیشیدنیه. آشکارا لبای آدمی که میخواه که در تاجیکستان یگان تغییر ایلوه بدوزه، سیستم را دیگرگون بکنه، من یکم آدمم در میدان، فرق نداره کیه. من آمادم. شما را میخوام، من نیتم نیکه برای ملت تاجیک. من میخوام که یک کار بکنم برای مردم، اگر مردم دستگیری بکنه. شما امروز میبراید دشنام تحقیر. من یک سنه میفهمم. من یگان تا خواهرتون نرسیدم، یگان تا تحقیر نکردم. سبب در چیه که میبراید دشنام میکنی؟ من این سنه نمیفهمم. من شما را اگر تحقیر کرده باشم دیگر گپ نه که من یگان چطور نگفتم برآمده دشنام تحقیر